vital to understand when you're dealing with people who thrive on chaos. We were taken off guard by the worst terrorist attack in our history. Meanwhile, the zombie plague keeps spreading. Lots and lots of bloodshed. Tonight we're going to focus on this one. Focus on another log on the fire of chaos. The 12th Imam. Hasten the return of the 12th Imam or Mahdi. Essentially, the method that they believe that they can hasten the return of the Mahdi is to attempt to carry out the things that he will do. The 12th Imam. The 12th Imam. Most people don't know who the 12th Imam is. حمله بیگانگان به زمین، برخورد شهاب سنگ، سونامی، انفجار خورشیدی، شیوع بیماری‌های واگیردار، حمله زامبی‌ها و خطر نابودی زمین. اینها به موضوعات محبوب صنعت فیلمسازی جهان در ساخت فیلم، سریال و همچنین مستند تبدیل شدند. موضوعاتی که تا 2 دهه پیش به ندرت در یک فیلم هالیوودی و غیر هالیوودی شاهد آن بودیم. کافی است یک بار فیلم ها و سریال هایی که در این سالها دیده ایم را با هم به سرعت مرور کنیم. ساخت چنین فیلم هایی سوالات فراوانی را در ذهن ایجاد می کند. چرا کمپانی های فیلم سازی هالیوود این همه به این موضوعات می پردازند؟ آیا به راستی جهان دچار تحولات و حوادث ویرانگر این چنینی در آینده نزدیک می شود؟ آیا آنها از اسراری آگاه هستند که ما از آنها بیخبریم؟ به چه میزان از نظر علمی امکان رخداد این حوادث وجود دارد؟ عموم فیلم های پرفروش هالیوودی دیگه آخر زمانی گفتن 2012 خود دنیا باشه. گفتن یک سیاره نیبیرو 313 میخواد از نزدیک زمین رد بشه. به این اسم فکر کنید، یوبی 313. ساخت این گونه فیلم ها ذهن را به سوی حوادث مربوط به آخر الزمان، ظهور ضد مسیح و بازگشت عیسی مسیح در انجیل میبرد. چه بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زنهار مضطرب مشوید، چرا که وقوع این همه لازم است، لیکن انتها هنوز نیست. زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطی ها و وباها و زلزله ها پدید آید. سوای این فیلم ها بسیاری معتقدند که در آینده نزدیک با ظهور دجال و ضد مسیح شاهد حوادث خونین و آشوب هایی هستیم که در پی آن مسیح ظهور می کند. برخی حتی مکانی که دجال از آنجا شورشش را آغاز می کند را پیش بینی کردند. In Iran, while all of this is going on, they want chaos, they want panic. They literally pray for the strength to hasten the return of the promised one. In less than 12 hours, the machines will breach the dock walls. This is Sunni, this is Egypt, this is the Muslim Brotherhood, and this is Shia, this is Iran. These are the two extremes of Sunni and Shia. The Shias believe that only direct descendants of Muhammad should rise and lead the world's faithful. But at its present velocity, it'll reach gate 3 in 12 minutes. And some of these radicals believe that by initiating global chaos, that they can force the hand of Allah, force the hand of God to make the Mahdi. The Persians will not stop until the only shelter we will find is rubble and chaos. این صحبت‌ها نوعی ترس و ابهام را در مورد آینده جهان بر انسان مستولی می‌کند. این امام 12 کیست؟
موافقید با هم برخی از متون دینی مسلمانان شیعه را در مورد حوادث آخر الزمان و منجیشان بدانیم؟ اگر از عمر جهان جز یک روز نمانده باشد، خداوند همان یک روز را آنقدر طولانی می کند تا فرزندم مهدی خروج کند. پس از خروج او عیسی روح الله فرود می آید و در پشت سر وی نماز می گذارد. آنگاه زمین با فروغ پروردگار خویش روشن می شود و حکومت مهدی به شرق و غرب گیتی می رسد. این متون دینی بسیاری از ذهنیات را به چالش می کشد. مسلمانان اعتقاد به ظهور مجدد عیسی مسیح به عنوان پیامبر الهی به همراه منجی خود مهدی و ایجاد حکومت جهانی طولانی مدت پر از عدل و امنیت و فراوانی نعمت دارند. آیا انجیل نیز ظهور مسیح را با شخص دیگر تایید می کند؟ آسمان و زمین زایل خواهد شد، اما سخن من هرگز زایل نخواهد شد. از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان. لذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید. محقق امریکایی مستر هاکس در این باره می گوید کلمه پسر انسان 80 بار در انجیل و ملحقات آن تکرار شده که فقط 30 مورد آن با حضرت عیسی مسیح تطبیق می کند و 50 مورد دیگر از نجات دهنده‌ای سخن می گوید که در آخر زمان ظهور می کند و عیسی مسیح علیه السلام نیز با او می آید و از ساعت روز و ظهور او جز خدا کسی اطلاع ندارد. در این معجزه شما، قرآن شما، راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟ می‌خواهید عیناً نقل بکنم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. در این کتاب یاد کن مریم را، آن دم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پناه برد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود، تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما. و این فرمانی بود که انجام شد. تفاوت بین ما و شما فاصله به باریکی همین خط است. همانطور که دیدیم تفکر مسلمانان و مسیحیان در مورد آخر الزمان بسیار شبیه به هم است. پس چرا شبکه فاکس نیوز که متعلق به رابرت مورداک یهودی صهیونیست است در صدد القای ضد مسیح بودن امام مهدی، همان که مسلمانان معتقد به ظهور ایشان و عیسی مسیح بوده هستند؟ بر اساس کدام بخش از انجیل از همراهی پیامبر دروغین با ضد مسیح سخن به میان آوردند؟ آیا منظور آنها از پیامبر دروغین همان عیسی مسیح است؟ پس چرا سران صهیونیسم از ظهور منجی می هراسند؟ همانطور که عیسی علیه السلام در انجیل از ظهور مسیح دروغین در آخر زمان صحبت کرده است، آیا آنها می‌خواهند یک مسیح برای انحراف مردم جهان بسازند؟ اونا فهمیدن آخر الزمانی نزدیکه، دارن خراب میکنن کارو، دارن بازی رو قواعدشو به هم میزنن. Everything that has a beginning has an end. I see the end coming. I see the darkness spreading. به این اسم فکر کنید، یوبی 313 عدد خاص یاران امامه. ببین چجوری داره جا میندازه که اون سیاره و 313 تاش یعنی خطر، یعنی مرگ تو. And you are all that stands in his way. میخواد ذهن 2 میلیارد مسیحی رو قبل از این که مسیح واقعی ظهور بکنه نسبت به مسیح واقعی چیکار بکنه؟ بدبین بکنه. So in the Bible, the Antichrist is a charismatic leader, a military, political, religious leader that rises up at the end of the age. He initially comes with a spirit of peace, a spirit of tolerance and unity for all faiths.
and he initiates a peace treaty with the nation of Israel and the surrounding Islamic nations. And then 3.5 years into this peace treaty, he violates that. He invades the land of Israel with the surrounding nations, the Islamic nations that are under his authority, and he literally comes against the Jewish people to kill them, to conquer them. در مصاحبه‌ای که دیدید ریچاردسون نمیگوید کدام بخش کتاب مقدس ضد مسیح را مسلمان ضد اسرائیل و یهود می‌داند. بر اساس نوشته‌های انجیل نقش یهود در به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح اثبات شده است، همانطور که رد پای آنها در کشته شدن فرزندان پیامبر اسلام پیداست. به نظر شما میتوان به چنین کسانی اعتماد کرد؟ آیا رسانه‌های وابسته به یهود در موارد دیگر نیز به ما دروغ گفتند؟ لاتین یهودا اتنارکار بینی بینک های یهودا اهل بارنش کنشک. اینا اعتقادی دارن. یک، میگن 2000 سال پیش منجی آمد، مسیح اومدیم به صلیب بکشیمش، فرار کرد رفت. تا الان 2000 سال گذشته هنوز نیومد. پس این دفعه هم بیان یه بلای سرشون میاریم برن 2000 سال دیگه بیان. بسیاری همه این مباحث آخرالزمانی را به اتفاقی که در سال 1979 میلادی به وقوع پیوست مرتبط می‌دانند. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. به احتمال زیاد تصورمان از این انقلاب و در پی آن حکومت ایجاد شده از آن چیزی جز تروریسم، افراطیگری و تهدید اتمی نیست. اینها مطالبی است که رسانه‌های دنیا هر روز درباره آن صحبت می‌کنند. حاضرید برای چند دقیقه تمام این ذهنیتمان درباره ایران را در گوشه‌ای قرار دهیم؟ در حالی که دنیا قبول کرده بود دین قابلیت جنبش، حرکت و برقراری حکومت را ندارد، ایجاد انقلابی مبتنی بر دین در ایران خط بطلانی بر این عقیده کشید. رهبر انقلاب تمام مشکلات دنیا مانند فقر، جنگ و تبعیض نژادی را زیر سر 1% یهودی صهیونیست حاکم بر دنیا می‌دانست. امام خمینی این 1% را مستکبرینی می‌دانسته که به اشکال مختلف باقی مانده 99% مردم مستضعف عالم را به بردگی گرفتند. فکر می‌کنید او نسبت به یهود اشتباه می‌کرده است؟ برای پاسخگویی به این سوال شاید لازم باشد کمی بیشتر در تاریخ به عقب برگردیم. 1300 سال قبل از میلاد مسیح کوچ قوم بنی اسرائیل به سرپرستی پیامبر الهی موسی علیه السلام به سوی سرزمین موعود. حضرت موسی با ایجاد شبکه‌سازی قدرتمند زیرزمینی و مخفیانه و آموزش چند ده ساله قوم بنی اسرائیل را که در بردگی فرعون مصر قرار داشت از آن کشور فراری داد. اما با ایجاد جریانی با تفکرات مادی در میان یهود، آنها از این تجربیات برای سلطه اقتصادی بر دنیا استفاده کردند. تقابل دو جریان دینی و مادیگرایانه در بین یهودیان باعث منازعات زیادی گردید که نتیجه آن را می توانیم در کشته شدن پیامبران مختلف ببینیم. یهودیان منحرف شده به تدریج به کمک همین تجربیات خود صدها سال بعد توانستند شبکه‌ای مخوف برای سلطه کامل بر دنیا پایه‌ریزی کنند. فراماسونری. آنها با استفاده از سیستم مخفی و با بکارگیری طلای فراوان و نظریه پردازی علمی دانشمندان خود کم کم با از بین بردن باورهای دینی مردم زمینه را برای استقرار سیستم اقتصادی سیاسی قدرتمند خود در تمام دنیا فراهم کردند.